خب در قسمت دیگه از طراحی سیستم های پارک خودرو با سنسور اولتراسونیک که قابلیت های فراوانی داره در پروژه های دانشجویی، پروژه های واقعی، پروژه های مدرسه‌ای. در این قسمت میرسیم به سیستم پارک خودرو. فرض میکنیم که 3 تا جایگاه پارک خودرو داریم، به این صورت جایگاه اول، جایگاه دوم و جایگاه سوم. در این سیستم ما از 3 تا سنسور اولتراسونیک استفاده کردیم، یک 7 سگمنت تکی که از شماره 1 تا 9 رو به ما نمایش میده، یک بورد آردوینو و یک برد بورد و 8 تا مقاومت 220 اوم که وصل کردیم به 7 سگمنت برای نمایشگر LEDش که حتما باید از مقاومت 220 اوم استفاده کنیم. و چون 7 سگمنت ما هم آنود داره هم کاتود داره، باید هم پایه سمت آنود و هم پایه کاتود رو به سمت پازیتیو یا همون 5 ولت متصل کنیم که در این قسمت این سیم های مشکی باید در اینجا به سیم قرمز تبدیل بشن. چرا؟ چون که به پایه 5 ولت ما متصل شدن و همینطور اتصالات دیگه. خب این سیستم ما به صورت حالا آنلاین داریم باش کار میکنیم، شبیه سازی انجام میدیم، به این صورت کار میکنه. فرض بر این میگیریم که ما یک خودرویی داریم الان در جایگاه اول که در جایگاه خودش خب قرار گرفته و سنسور ما اینو تا تقریبا 3 متر و 30 سانتی متر میتونه تشخیص بده که خودرو آیا در این جایگاه قرار گرفته یا نه. خب این سیستم سگمنت ما به این صورت کار میکنه که هر 1 ثانیه یه بار با دیلی 1 ثانیه‌ای میاد یک آپدیتی رو برای ما انجام میده. به عنوان مثال الان در این قسمت ما جایگاه یکمون که همینطور داره نمایش میده پره، یعنی جایگاه یک ما الان پره. خب الان جایگاه 2 رو طبق این شبیه سازی که الان انجام میدیم، در این جایگاه 2 انگار یک ماشینی حالا در این جایگاه قرار گرفته، باید آپدیت بشه و عدد 2 رو به ما نشون بده بعد 1 ثانیه. خب منتظر میشیم تا آپدیت بشه 7 سگمنت ما و عدد 2 رو به ما نمایش بده. خب عدد 2 رو به ما نمایش میده ولی به این صورت. حالا یک اشکالی حالا در خود سایت، در خود حالا کد نویسی سایت که به صورت مناسب عدد 2 رو نشون نمیده و این سیستم هر 1 ثانیه یک بار آپدیت میشه و به ما نشون میده در این جایگاه ما آیا ماشین قرار گرفته و یا نه، و اون مشترک و یا کسی که میخواد ماشین پارک کنه آگاه میشه از این موضوع. الان در جایگاه سوم هم ما یک ماشین اینجا قرار دادیم. خب الان به ما در آپدیت بعدی به ما باید عدد 3 رو هم نشون بده که عدد 3 رو به ما نشون میده و فرض میگیریم که ماشین جایگاه 2 از جایگاهش خارج میشه و باید عدد 2 رو دیگه که الان به ما نمایش داد دیگه به ما نمایش نده و فقط عدد 1 و 3 رو به ما نمایش بده که به همین صورت هم عمل میکنه. خب ما برای هوشمندتر شدن جایگاه خودرو میتونیم از یک LCD کاراکتری 16:2 استفاده کنیم که تمامی مقادیر مربوطه رو به ما بده. اول اینکه به ما نشون بده که به صورت دیگه 7 سگمنت نباشه که هر لحظه آپدیت بشه و به صورت آنلاین سریع به ما نشون بده که چه جایگاهی پر شده و چه جایگاهی خالی شده، چقدر از اون فضا اشغال شده و چقدر از اون فضا اشغال نشده. به عنوان مثال از این 3 متر ماشین 2 مترشو اشغال کرده. حتی میتونه ریز جزئیات هم به ما نشون بده برای اون اپراتور پارکینگ. حتی میتونه به صورت بیشتر هم باشه، به صورت 4 تایی 5 تایی و طبقه و برای هر طبقه میتونیم از یک آردوینو استفاده کنیم. حالا ما در این سیستم فرض بر این گرفتیم که خب 3 تا جایگاه خودرو داریم، برای جایگاه‌های بزرگتر میتونیم از آردوینو مگا استفاده بکنیم و صرفاً این طراحی فقط برای شبیه سازی این بود که الان 3 تا ماشین در جایگاه ما قرار داره و ببینیم آپدیت میشه یا نه. حتی میتونیم الان فرض بر این بگیریم
که جایگاه اول خارج شده و فقط کاربرد این اولتراسونیک و این سیستم برای ماشین ها نیست، برای خیلی از گجت ها و خیلی از مسائل و موضوعات دیگه ما میتونیم از همین سنسور اولتراسونیک استفاده کنیم که همین عدد 3 هم که الان داریم میبینیم باز هر یک ثانیه یک بار آپدیت میشه و باز همین عدد 3 رو در سیستم به ما نشون میده. نحوه اتصالات و طراحی هم در اسلاید های قبل گذاشته شده و کد کامل این سیستم در کانال تلگرامی قرار داده شده.